سلام دوباره به دوستان عزیز. سنگ فیروزه نیشابور تیزبریه. این سنگ خیلی باید با دقت تراش بخوره چون لایه روش بسیار نازکه و با کمترین فشار تقریبا هیچ و نابود میشه و میخوایم اینو یک تراش اشکی بسیار زیبا در بیاریم. اگر بشه یک شجر پر از رگه میشه به عیاری همین شجر عنکبوتی. بریم تو کارش.